سلام و درود خدمت شما عزیزان. امید که همگی جور و صحتمند باشین. من ملکه هستم و در این ویدیو به شما قواعد جمع‌بندی اسمهای مذکر را به صورت ساده و واضح توضیح میدهم. قبلا نشانه های اسم مذکر را هم در یک ویدیو جداگانه برتان آموزش دادم. حتما آن ویدیو را ببینید چون برتان کمک میکند و مفید می باشد. و همچنان تا آخر ویدیو بیننده باشین. لایک، کامنت و سابسکرایب را فراموش نکنید. بریم سراغ درس جدیدمان، قواعد جمع‌بندی اسمهای مذکر در زبان پشتو را بخوانیم. دی مفرد مذکر نمونه په پای کې د دغه نیخي پراورلو جمع کیږي. اسمهای مفرد مذکر با آوردن این نشانه ها یعنی سرگند یا گان، یان، الف و نون و همچنان واو و نون هی در آخرش به جمع آن تبدیل می شود. قاعده اول: هر مفرد مذکر نام او صفت چې په نرمه یا ختم شوی وي دغه نرمه یا په سرګند یا بدلیږي او جمع ترینه جوړیږي. یعنی هر اسم و صفت مفرد مذکر که با نرمه یا ختم شده باشند همان نرمه یا را به سرگند یا تبدیل میکنیم و به جمع آن تبدیل می شود. حالا شما به مثال ها دقت بکنین. مفرد جمع: نوی، تگی، بریالی، منگی. همه این اسم ها با نرمه یا ختم شده و زمانی که بخوایم به جمع آن تبدیل بکنیم فقط نرمه یا را به سرگند یا تبدیل میکنیم. نوی به معنی جدید، اگر این را به جمعشان تبدیل بکنیم میشن نوی. تگی به معنی تشنه که با نرمه یا ختم شده و یک اسم مفرد هست، زمانی که به جمع آن تبدیل بکنیم فقط نرمه یا را به سرگند یا تبدیل میکنیم. تگی و تگی تبدیل میشه. بریالی به معنی موفق، اگر به جمع آن تبدیل بکنیم فقط نرمه یا را به سرگند یا تبدیل میکنیم. بریالی به بریالی تبدیل میشه. منگی به معنی کوزه هست و اگر به جمع آن تبدیل بکنیم میشه منگی. این بود قانون اول جمع‌بندی اسمهای مفرد مذکر که در این یک نوت هم براتون گفتیم که یعنی شما میتونین از این قانون هم استفاده بکنین. په دغه سي نومونه یعنی ساکخ یعنی جاندار نومونه صفتونه او نسبتی صفتونه د مفرد په پای کې د الف و نون په زیاتولو هم جمع کیږي. یعنی در همین قاعده اول که خوانده بودیم هر اسم مفرد مذکر که ساکخ یعنی جاندار باشه و با نرمه یا ختم شده باشه ما میتونیم با اضافه کردن الف و نون هم آن را به جمع آن تبدیل بکنیم. مثل خوره‌ای که با نرمه یا ختم شده و بخوایم به جمع آن تبدیل بکنیم میشه خوریان، یعنی الف و نون داخلش اضافه بکنیم به جمع آن تبدیل میشه. غوی با نرمه یا ختم شده و زمانی که بخوایم به جمع آن تبدیل بکنیم ما میتونیم از الف و نون هم در آخرش استفاده بکنیم و به جمع آن تبدیل شود. کابلی که یک اسم نسبتی هست و با نرمه یا ختم شده، زمانی که بخوایم به جمع آن تبدیل بکنیم فقط الف و نون در آخرش اضافه میکنیم. کندهاری که با یک اسم نسبتی هست و زمانی که بخوایم به جمع آن تبدیل بکنیم فقط الف و نون در آخر آن استفاده میکنیم به جمع آن تبدیل میشد. بریم سراغ قانون دوم. کوم صفتونه چې په منځ کې ساکن واو او ساکن یا یعنی نرمه واو او نرمه یا وی دغه واو او یا په الف بدلیږي او په پای کې یو کوچنی هی زیاتیږي او جمع ترینه جوړیږي. یعنی آن صفت ها و اسم هایی که با ساکن واو یعنی واوی نرم و همچنان یای نرم ختم شده باشه همان واو و همان یای نرم را به الف تبدیل میکنیم و در آخرش یک دانه هی اضافه میکنیم به جمع آن تبدیل می شود. حالا شما به مثال ها دقت بکنین. مفرد جمع: پختون. ببینین در وسط این اسم چی آمده؟ واوی نرم آمده، یعنی می واوی نرم به الف تبدیل میکنیم و در آخرش یک دانه هی اضافه میکنیم. خب دقت بکنین. پختون با واو در وسطش هست، واو به الف تبدیل میکنیم. پختان نه نون داخلش یک دانه هی میدیم پختانه میشه. روند به معنی کور هست و با واو نرم چی شده در وسطش آمده، واو با الف تبدیل میکنیم و یک دانه هی در آخرش اضافه میکنیم. روند به معنی نابینا، راند میشه نابینایان. سرد به معنی سرخ است و با نرم واو در وسطش آمده، واو با الف تبدیل میکنیم یک دانه هی در آخرش اضافه میکنیم. سرد به معنی سرد، اگر به جمعش تبدیل بکنیم فقط الف واو با الف تبدیل میکنیم یک دانه هی در آخرش اضافه میکنیم که سر به ساره تبدیل میشه. ترخ چون که با نرم یا ختم شده و در وسط کلمه هم هست اینمی نرم یا را به الف تبدیل میکنیم و در آخرش یک دانه هی اضافه میکنیم. ترخ ترخه که در اینجا یک دانه هیش مونده. ترخ ترخه تلخ است. ترخ به معنی تلخ. بریم سراغ قانون سوم. ساکخ نومونه او صفتونه چی په پای کې
سرگند یا رغلیوی او دی الف نون پذیرتولو جمع کیگی. اسمها و صفتهای ساکخ یعنی جاندار که در آخرش سرگند یا آمده باشه، ما با اضافه کردن الف و نون در آخر آن به جمع تبدیل میکنیم. مثل دوبی که یک اسم و یک صفت هست، موچی، خادی. چون با سرگند یا ختم شده و زمانی که بخوایم به جمع آن تبدیل بکنیم فقط الف و نون در آخر آن اضافه میکنیم. دوبی دوبیان، موچی موچیان، خادی خادیان. دوبی به معنی تابستان، موچی به معنی کفش دوز، خادی هم خوشی یا خوشحالی رو میگه که از زمانی که بخوایم به جمع آن تبدیل بکنیم فقط الف و نون در آخر آن اضافه میکنیم. دوبی و دوبیان تبدیل میشه، موچی و موچیان و خادی و خادیان و غیره. قانون چهارم، کوم نمونه او صفتون چی پس سرگند هی الف او سرگند واو ختم شوی وی دیگان پذیرتولو جمع کیگی. یعنی آن اسمها و صفتهایی که با سرگند هی الف سرگند واو ختم شده باشه ما با اضافه کردن گان در آخر آن به جمع آن تبدیل میکنیم. خب لکه الف اینجا قاعده اول است، الف مفرد. ساده زمانی که بخوایم به جمع آن تبدیل کنیم چون که با سرگند هی ختم شده میگیم سادگان، یعنی گان در آخرش اضافه میکنیم. کچالو با سرگند واو ختم شده، از زمانی که بخوایم به جمع آن تبدیل بکنیم فقط گان در آخرش اضافه میکنیم، کچالو کچالوگان. بارخو با سرگند واو ختم شده بارخوگان. ماما با الف ختم شده ماماگان میگیم. خب نوت، در اینجا یک تا نوت هم هست، دقت بکنین. دی الف نوت پانومونه دی الف پانومونه که زینی دی پیان او دی واو پانومونه دی پا الف و نون هم جمع کیگی. یعنی هر آن اسمی که با الف ختم شده باشه ما میتونیم با اضافه کردن یان هم به جمع آن تبدیل بکنیم و آن اسمهایی که با واو ختم شده با اضافه کردن الف و نون هم میتونیم او را به جمع تبدیل بکنیم. دقت بکنین آشنا چون با الف ختم شده میتونیم بگیم آشناگان، ولی میتونیم هم از این قانون استفاده کنیم بگیم که آشنایان، یعنی یان هم میتونیم داخلش اضافه کنیم. ملا ملایان، کلا کلایان. قانون پنجم، زینی یو توریز او یو سپیز صفتون دی کوچینه هی پذیرتولو هم جمع کیگی. بعضی از اسم صفت های یک حرفی یا یک هجایی که با اضافه کردن کوچینه هی ما میتونیم اون را به جمع آن تبدیل بکنیم. مثل مال مال که با یک هجایی هست و یک توریز هر کلمه هست، ما میتونیم از زمانی که را به جمع تبدیل بکنیم فقط یک دونه هی را در آخرش اضافه بکنیم. مل به مل تبدیل میشه. اوم که امو رتبه هفتم میشه اوم میگیم. غل که دوست معنا میده میتونیم فقط یک دونه هی در آخرش اضافه بکنیم، غل غله میشه. قانون ششم، کوم نمونه او صفتون چی په اصلی توری ختم شوی وی که ساکخ وی دی الف و نون او که بی ساوی دی واو نون هی پذیرتولو جمع کیگی. آن اسمها و صفتهایی که با حروف اصلی زبان پشتو که ما خوانده بودیم در قاعده جمع‌بندی اسمهای مذکر که حروف بی صدای زبان پشتو از جمله نشانه های اسم مذکر هستند. یعنی هرگاه اسمها و صفتهایی که با حروف اصلی یا به صدای زبان پشتو ختم میشه اگر جاندار باشه با الف و نون با اضافه کردن الف و نون در آخر آن و اگر بیجان باشه با اضافه کردن واو و نون هی در آخر آن به جمع تبدیل میگردد. حالا شما به مثال ها خوب دقت بکنین. بیسا ساکخ که اینجا جمع و مفرد هست. اوخ یک اسمی هست که جاندار هست و با حروف بی صدای زبان پشتو ختم شده. از زمانی که بخوایم به جمع تبدیل کنیم فقط ما الف و نون در آخرش اضافه میکنیم چون جاندار است با او خاطر از این قانون استفاده میکنیم. چرک به معنی مرغ است و جمله نشانه های اسم مذکر هم در آخرش استفاده شده و حروف بی صدای زبان پشتو است. چرک به معنی مرغ است. زمانی که بخوایم میره و جمع تبدیل بکنیم چرکان میگیم و این یک اسم جاندار هست و میتونیم از قانون اضافه کردن الف و نون در آخر آن اضافه بکنیم و به جمع آن تبدیل بکنیم. موتر که یک اسم بیجان هست و با حروف بی صدای زبان پشتو ختم شده. زمانی که بخوایم به جمع آن تبدیل بکنیم فقط واو نون هی را در آخر آن اضافه میکنیم به جمع تبدیل میشه. موتر موترون، کور کورونه. موتر به معنی موتر، موترون موترها، کور به معنی خانه، کورونه به معنی خانه. چون با حروف بی صدای زبان پشتو ختم شده ما میتونیم از این قانون استفاده کنیم. اگر جاندار بود با اضافه کردن الف و نون در آخر اون و اگر بیجان بود با اضافه کردن واو نون هی در آخر آن به جمع تبدیل میگردد.
خب دوستان عزیز، این بود درس ما، یعنی قاعده جمع‌بندی اسم‌های مذکر. اگر این ویدیو رو خوشتون آمد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید و تا ویدیوی بعدی اللامو ملشه دی خدای پامن.